بهر تطبیق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سروقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمربخش در دوره تیرماه زمستان سالهای 2025-2026 در ساحه معارف ولایت سوق نیز کارهای تطبیق نقشه چهاربینی‌ها عملی کرده شدند. چنانچه طبق معلوماتی به ما رسیده تا امروز در مؤسسه‌های تعلیمی ولایت 17147.5 تن انگشت خریداری و 8046 متر کوبی هیزم ذخیره کرده شده است و این نشان داد 98.1% انگشت و 100.1% نقشه هیزم را تشکیل می‌دهد. باید تذکر داد که مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌های ولایت مستقلانه با استحصال کنندگان انگشت شرطنامه بسته عاید به خریداری انگشت خوش‌صفت تدبیرهای ضروری اندیشیدند. به مؤسسه‌های تعلیمی ولایت اساساً از کان‌های فانیغناب، شوراب و غزن انگشت دسترس کرده شده است. برای تامین نمودن صنفخانه‌های مؤسسه‌های تعلیمی با پیچ‌های بخاری و برقی اساساً از حساب سرپرستان، کمیته والدان، سخاوتمندان و دیگر سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری تدبیرها اندیشیده شدند. طبق معلوماتی به ما رسیده الحال در مؤسسه‌های تعلیمی ولایت 2845 عدد گرمکنک‌های برقی و 13474 عدد پیچ‌های بخاری موجود است. در تمام مؤسسه‌های معارف 532 عدد گنراتور برقی و ذخیره 4424 لیتر سوزشواری دیزلی به خرید گرفته شده. ذخیره این سوزشواری باز 2972 لیتر دیگر در نظر است. بهر فعالیت منظم مؤسسه‌های تعلیمی که فصل زمستان با گرم‌دهی یگانه توسط دهخانه‌ها گرم کرده می‌شوند، شماره چنین دهخانه‌ها 840 عدد را تشکیل داده. سطح آمادگی و کارشایمی آنها معین کننده سطح زمستانگذرانی مؤسسه‌های تعلیمی به حساب می‌رود. البته برای زمستانگذرانی در همین مؤسسه‌های تعلیمی ولایت آمادگی‌ها دیده شدند، زیرا این مرحله تحت نظارت قطعی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت، شهر و ناحیه‌ها و دیگر ساختارهای دولتی قرار دارد. چنانچه در ناحیه 8 به ما مسئولین ساحه اصرار داشتند که به مرحله زمستانگذرانی پورا آماده‌اند. ذکر گردید که طبق نقشه پیش بینی شده ذخیره انگشت 954 تن، هیزم 917 مکعب متر و سوزشواری دیزلی 1360 لیتر ذخیره کرده شده است که نشان داد نسبت نقشه پیش بینی شده 100% را تشکیل می‌دهد. در مؤسسه ما 539 نفر خواننده در 27 صنفخانه و تحصیل فرا گرفته شدند. برای دوره تیر ماه زمستان سالهای 2025 و 26 موافق شرطنامه به ما 15 تن انگشت و 15 متر مکعب هیزم ذخیره کرده شده است که برای ثمرناک استفاده بردن و با گرمی تامین نمودن صنفخانه ها و حجره های علاوگی پوره بسنده می باشد. اینچنین 27 صنفخانه و حجره های علاوگی با پیچ های بخاری تامین می باشند و ما با باوری کامل گفته می توانیم که مؤسسه پوره به دوره زمستان گذرانی آماده می باشد. در ناحیه 8 7 مؤسسه تعلیمی و یک کودکستان با سیستم گرم‌دهی یگانه تامین بوده، تجهیزات آن تعمیر و در حالت کارشایمی قرار دارد. برای مؤسسه‌های باقی مانده که با پیچ‌های بخاری گرم کرده می‌شوند، شماره چنین پیچ‌ها 1657 عدد را تشکیل و به استفاده آماده کرده شده است. ما به سال امسال زمستانگذرانی به پورگی آماده هستیم. صنفخانه‌های ما همش به پورگی آینه‌بندی شدگی. ما 31 صنفخانه داریم که همش با پیشگی بوغی تصفانده میشه، گرم کرده میشد. 10 تن انگشت ذخیره داریم، 10 کوب هیزم ذخیره داریم. به زمستانگذرانی به همه طرف تیاری دیده ایستادیم. یادآور میشیم که در ناحیه 8 75 عدد مؤسسه‌های تحصیلات عمومی با نظرداشت لیسه گیمنازی ارزی وجود دارد که در آنها بیش از 34000 نفر خوانندگان به تحصیل فرا گرفته شدند. همچنین در مؤسسه‌های تندرستی ناحیه به ما اصرار داشتند که طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان عاید به آمادگی به موسم تیرماه زمستان سالهای 2025 و 2026 ستاد تشکیل کرده شده با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت، بودجه محلی و دیگر سرچشمه‌ها حجم ضروری هیزم و انگشت و سوزشواری دیزلی ذخیره کرده شده است. باید تذکر داد که در ناحیه 8 یک شبکه کمک اولیه طبی و سانیتری، یک چند بنگاه و خانه‌های سلامتی دهات، یک بیمارخانه مرکزی و در حدود 5 جامعه بیمارخانه ناحیوی دهات عرض وجود و فعالیت دارد. بیمارخانه مرکزی ناحیه 8 برای زمستانگذرانی سالهای 2025 و 2026 به مقدار ضروری انگشت سنگ 230 تن، هیزم 150.9 متر کوبی و
مقدار سوزشواری دیزلی 3000 لیتر ذخیره کرده شده است. بیمارخانه مرکزی ناحیه اشت دارای 430 کتی بیستری و 10 شعبه و در تابع خود 5 بیمارخانه ناحیه‌ای رقم 1 2 3 4 5 بوده برای زمستان گذرانی به پورگی آماده می باشد. بیمارخانه مرکزی ناحیه اشت و بیمارخانه ناحیه رقم 5 جماعتی پانغاز گرمیدهی های مرکزانیده شده طریق دهخانه ها گرم کرده می شود. یادآور میشیم که در سمت ذخیره انگشت و مؤسسه‌های معارف و تندرستی و دیگر ساحه‌های بودجتی از طرف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مبلغ گذاری کرده می شود و همزمان ساحه معارف و تندرستی را مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و صاحبکاران و سخاوتمندان نیز کمک و دستگیری می کنند.